نازی با نازت مراکش ملیکا. چند قبل آوازه ها اطراف شما پهن شد که گویا که شما گرفتار بیماری کرونا شده ای. همه توی سویب دورو ندارم. من با شما را دیویدی مخیاتت سلید میکنی، یاتت ماتت کیسه، یاتت پاوزا کیسه. انا که بعد جورا 13 سال پس سویبی سی فردن شده بعد توی کام. اپای زینب عروس قدم قربان شده است، زن دیوم شده است. تمام هم بالنسا برای همون خواهری هنرمندون سرم کردم. گفتم کولی تو گذاردم پیش سویبی نه گلاک شده نمسو مانه دادم. ماشین خریدی؟ اما چرا نه گندم پوشیده جون شیرین چو شش خوبچه گندم شلخه ورمی بار نکنم. گپ تلفن سرخ میشه، گرم میشه. باید کسا دوی خنک میدادم جز خنک میشه جوگم میدادم. خدمم ایچگمم دمرزانم خونایی اکای نور اومده. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем. барои нест кардани кир, баровардани ришу мӯи сар, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. агар шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбеҳ шавед, пас аз доруҳои протеин бетсия ва гейнерҳои софсавдо истифода баред. доставка ба ҳама шаҳрҳои русия. дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. با شرکتی سوسافدو مراجعت کنین انشالله دوروی صاف نگیرین. سلام بینندگان عزیز، مخلصان و هواداران برنامه چهره آشنا. با درخواست زیادی شما در برنامه نوبتی خود دعوت کردیم یکی از هنرمندان واقعا هم شناخته و مشهور که با ترانه‌های هجوی و شوخ خود امروز میان شما خیلی محبوبیت دارد، قدم قربان. مهمون رو به برنامه خوش آمدید میگویم و این برنامه دویومی ما است که با درخواست زیادی مخلصان هم برنامه ما و هم مخلصان هنر شما رو به برنامه دعوت میکنیم و تشکر که راه طولانی رو طی نموده در این برفی به برنامه ما اومده. سلام باشیم. ما برای گفتم که حکم رای درودمی یا سر بعد از فنجه اولودم گفتیم مرد برنامه را بگذارونیم بعد بریم. بله و هم برنامه 10 شرطه اشتراک کردید و هم در برنامه چهره آشنا. و 10 سوال به شما پیشنهاد کرده می شود. ای باشه. کوشش میکنید که پاسخهای درست گردانید. سوال اول، در جوانی با یگان دختر اظهار محبت کرده بودید که رد کرده باشه؟ واه چون لبای شهید رو اظهار محبت میگفتم لبای چکم من هم میگرم. برای چی؟ او پاپولیار نبوده برای همین؟ هم چه خیلی بسید. حاضر چی؟ اوزی ما بابا کلا نمیگیرم. اوزی هم گم من نمیگیرن. راست است که هنگام مکتب خانی فقط بهای 2 و 3 میگرفته؟ وای را کمی چمورا گفتگی ها؟ سسخان بوده؟ کمی گفتگی ها اومدیم توی دابدم دیگه. توی دابده مکتب؟ خبود میتونم در مکتب نبودم. عاشق شده اویله دار شده؟ نیچه نه چه خیلی کم؟ نفهمیدن هم تنی برای زیبش. پدر و مادرتون انتخاب کردن یا اینکه خیلی شما هم خیلی خودم این من بحثی بودم خیلی قبعانی خودم رو برای نمیشه خدا بودم همون قبضه میکرد اکه دورم خیلی کوریم خود بورد تعریف رکرد دیگه. یعنی که قدم قربان آخه گوش که همه اصلا خود رفتم رحمتی خشتمانم پت ایدیوتی کرد نداد این تمام گوش که ما موردیم بخشی دخترت میگه یا در بسته 100 در کشودم شلخه اولی دختر شاید میمرای کفتن نمیوه فهمیدی؟ دختر ایا فرقه تعریف کردن که جورا خونه مو دیگه آفت پاکون نمیکنی هم ماش ترانسپارتی رو نه خالی آفت تو میسوس لبوی نام چه میخریم فقط سبوی میارم کن نمی خوردایش هم برده ساعتل تر در چپا کسوستم خالی تو فکر کرد که من رخت بیش میبرم. آدم شروبات بودن؟
ایگه ای وحدت های از شهر وحدت بعد چه شما از چروباد و از شهر وحدت چه هم مردک مرا هم بولم در دوجه جنگ بود ایسا تینشتر بود اینجا بگرفتم جادم موی شهرکنی را بیدختر رو را انا که بعد جورا 13 سال پس سوی سه فرزند شده بعد توی کام خیلی فهمیدیم بینه گوریا سوی سه فرزند شده بعد توی کام اینه گولاکم الله بوی شاپرس توی ما دیدم در توی شما کی بود سراینده؟ توی ما دا؟ بله و دینه جابور بود میدونی دینه جابور؟ نه نشنیدم از حدشمه کن شویدی هم میتونه کم کنه اینجا سوال دیگر است نه زوکیر راشدی سرودو هم را میخونه کن یک سوال دیگر اویلی باز همون اپای زینه گویا که همین معشوقه شما بوده است ای خیر که چی میگه او خدم های او همه کلون نه بله وقتی که مینا با شما پیشنهاد دویت خونی کرد خود رو چگونه احساس کرده؟ خواستن شده یا برای شما؟ همین بهردین اومد بهردین من مستگف چیه اما همه چیزونا تیار کن من فرما برام همه قطعیه گم اومدم خیلی گود چیز تیاره رفتیم هم تیمه را دیدیم و من خوندم تموم دیگه همچین من مینو را ندیدم دیدم نه تیلفون شد دیگه نه صحبت نکردیم با کی آرزوی دیت خواندن داره با یکان هنرمند که شما را دوست می‌دارین آرزو دارین که با همون نفر دیت بخونه دیت تو خون آزیره در خونده ایشوی با یکان نفر که شما آرزو دارین میخواین که آرزو ولی را فکر نکردیم اوخی نمی هر روز کور مود دویت خونده بخدا اگر اینا دویت نگاه که یک کس دو کس ها اوج مو چور کسا شا خوندشیم سیت چوریت چی دسته ها؟ ایره عقل هیچ که نمیگره اولی همتری سخت من بگیری با 6 نفره شم بعد اخیر میگریم خوری مومی خور در اجروی قدم قربان اگر موی سفید هم شبه سرود میخونه خیلی جدا میبینیم که اگر خواه داشته باشین چی بانیم اگر آواز برسن بیاد سنو کنور دم مسیرو خواست با فلفز کرد دیگه دندانو نیست در وقت قدم قربان ریش موندگی تیوغ در دستش نه باس همین جوره خدا رحمت کند بابای فایزه تو خیلی لحظه های حیاتی خود روی صحنه بودن سرود میخوندن مخلصان زیاد داشتن نه که رحمتی مورا بود که همون کتابچه‌ش هم و خدم شو بود هنومی بود فایده سیما بود با خونه را بیا بود همین دفتر را بود خدم نوشته بود سرودوی خدمه بیا بود هنومی را بود هیچ کننه و علما متدخل میده طرف پدر کش میدن بود نصرت شویده که دیگه زندگی رفتیم هیچ که باش کنه نه تونستیم که ببینیم میریم نصیب برای شما گندم دروی و پودوانی و سنترسی هایی که توی گذرانی توی گذرانی؟ توی دست سرود خوندم کدامش هست؟ همش از او باید همش قینه همه تویش هم میره بگار کم بعد میکنی گندم دروی ده بسیار او گندم دروی ده خوبه که یک کم تا دم میگیری خواه اینا که توی دمینه اینا با همه ایمینه جویش موده قینه جوی موده توی گذرانی یاش می بایده بگو یاش می او بایده من کم تون گوش کنی همه توی سویب دورم ندارم من با شما را دیویدی موقعیت سلید میکنی یاتت ماتت کیسه یاتت پاوزا کیسه اون هم جاوتم لازره میسوده توی تون بی سویب میمونه چند قبل آوازه ها اطراف شما پهن شد که گویا که شما گرفتار بیماری کرونا ویروس شده ای آیا این آوازه حقیقت داشت؟
خیام تاری اوضاع کردن نه که ما کرونا ویروس نه و امی صبحی ژولوتکا یعنی دیگر بیماری در حقیقت شما بیمار هستید ها؟ و پریست میگرفتم خیلی انا خیش رونه خدادی بهتر شدیم و روز معینه اینه با نصیب دیدور بوده با قتیل مخلصو بله هم صبحان میشیم با پان خیلی تو رو اکه خیلی صنعتکار هم خیلی که تو روزی که جان در بدنم کوشش کنیم باید که با مخلص دیگه سرودی نو کلیپی سرودی نو نو اوه ما برای همون کوشش کنیم که انا مخلصو بینمونم برای همون مخلصو که ما را دوست میدارم ما او را در چند دوست میداریم. بله. در بیمارخانه بستری شدیده گمانم طبابت گرفته؟ بله بله در بیمارخانه مدت یا 15 روز بودیم بعد بودیم نصیب. هنرمندان مخلصان می آمدن بعدی دوربینی شما؟ البته همه را همون بالنسه برای همون خبرگیری هنرمندان سرم کردن. بسیاری بعد می آمدن؟ آخری همون پلت همون سویا بدگیو خیلی جورای موشه جغوق مورا جورا زبون خر نایستونده که ما پیش از مولد سیاد شدیم دوام طبیبت همون رو در خونه مون میریم میکنیم سلامت باشه میومدن های بچه و آوازه پنج شد در بین هنرمندان که گویا که بابا رجب یک تن هنرمند مشهور که سرودهای هجوی میخواند از شهر باستانی کلو گویا که شما با او تقلید میکردید سرودهای او رو میدزدیدید و در توی معرکه ها میخواندید مناسبت شما با او سرد شده است گویا که از این رفتار شما راضی نشده است آیا این نوزه قدرت بار گپ شما با بابا رجب گریخته است؟ نه این یگونه خان ندارم ما استیلی ما وقت که ما خودم مفیدی میکنم اینه بودم که با ایستادم ماشتوشش این وقت ما خودم شوخ طبیعت بدم اما خیلی استیل بعد میکنم یعنی با او تقلید نمیکنید؟ نه بعد یکی خیلی همون وقت شما سرایندگی میکردید بابا رجب بودن؟ اونم سرایندگی میکرد؟ نه با اون وقت شما بابا رجب بندم میدونستم بعد نه سریعه که بعد برامد مشکل به در قشلاق بعد میکنیم شهر نمیرفتیم بعد بچه شهر میمانیم که بعد ما را میدن میگفتن که ای بابا رجب من میگفتم کیه بابا رجب میگفتن ای کلوب یا گفته رنگی تا بعد میکنم همیدی وقت تری اگر نه تلفن بده نه چی اما گفتن که همون نواره که شما در صحرا کرده اید سرود نول خروس ملاله و پای خروس رو نشون داده نول خروس تاج خروس همون خروس هم میکشین که دیگ دبریوم کرده میخریم گویا که همون بابا رجب قهر کرده باشد برای که سرودش هم نه این یکم جور قهرش نیست ما برادر ما یکم میده رفت اومد همکاری داره این یکی هر که هرچی میگه ما گفتم کوخ ما نسبت یکم بودم کینه هم ندارم جوری موشی بیان که از غرض هم ندارم کمی بدونم بعدی میکنه بود دوائینه میمون دورش میکنم باز گویا که بابا رجب گفته باشه که من فکر میکردم که یک حافظ دیونه ما دستم که خدا را هزار با شکر که باز یک تایگه از ما در دیونه تر قدم قربان برام نیخه که خیلی ما گفتم ما گفتم با میگم ما گفتم که این صبونه رکلام آنها شده باشه هیچ کدوم درکش نه استفادهش نمیبرد باید وقتی که ما زب شدیم با ما وقتی نه با مرد زنده و حیاته که رجبه پیش از ثبت کردن اول چین کو کلیپ نه تیونه بود تیونه تلفن کردم گفتم که رجب ما خیلی گفتم دیسک تیونه ضبط میکنم تو چی میگو خیلی با کلونه مو همون لگوی شهرمند میکنم خیلی کمی خیلی میفهمم گفت توغری گفت من چه خیلی کم خود بعد میکنم ما یکم اونجوری بین موی تری رقوبات هم نیسته گپ چپ هم نیسته نیت نداره که یک جای یکم دویت بخونه
خیلی تنسیت باشن عمر باقی باشه انشالله میخونیم چی و یک بانو با شما بیشتر سرود میخونن اپای زینب شناسایی شما با او که چگونه صورت گرفت؟ خانم یکم برنامه که خیلی ضبط کردیم هزار یک شب بودن طربخانه هزار یک شب تشکیل کردیم بله اول رفتیم در خرقان چی کردیم؟ سولنوی بودم ما بله رفتیم بعد خود دعوت کردیم اومدیم همونجا در جوره موشی بعد اون سرودی که آواز اسب اسب این چه در جوره موشی من خود مونده بودم برای اینترس دیدنش بله نموشه که او تری چیز نداشت برای چی خیلی با دقت یادم مجا همین نگاه که تختر همیاری رشد روت های با یک کندکار میکن میشه در میشه شیفانیر میشه تریزه گلکورش که کردی باید چی میشه اگه تر رشد روت قطعیم مقایی بده بام نداره وقتی که شما سرود میخوندید همراه اپای زینب بعضی ها تماشا میکردن میگفتن که اپای زینب عروس قدم قربان شده است زن دویم شده است برای همین دویم قطعش سرود میخونن نسبت ما که هرچی میگم او کسو من مایده بدم اما همون بر اومدم در گفتم همسایه اکم بود در واسه مایده بدم و همروی شوارش همسایه مو به زندگی میکن همین پسرش که دمودی مای شما قدا شده بعدا؟ همون درستش بوده ای خوتین نون نمک رنگوشی رفت رواد رویه خوب بود هنه رنگوشی نصیب دبله نمو قدا شده مودی شگرونه خدا ده تن واسه داره بله واسه های خوش رو چه زندگی همی ایجورا و یک وقت آوازه پنج شد که گویا که وزارت فرهنگ سرودخوانی شما رو منع کرده است و گویا که دیگر نمیمونده است که شما در صحنه های کلام برآمد کنید. نه اینطوری گم نیسته خیلی که مردم بکوره میگه هر که هرچی میگن یکی بشه امنیت دودن در کار نیسته که همین چیزی میگن قبوله یعنی این آوازه قد نداره؟ نه قد نداره یکان کس فشار نیاورد برای اون که شما مثلا سرودهای هجوی میخونه؟ آخی گوش که ما در جرنیم مساکه ایم هم خیلی هستیم بله مساکه هم خیلی که باید که یه چیزی بخونم وقتی که مردم ترا چه قبول کرد ترا باید هم خیلی ببینم اما من میبرم یا باید درج رویم باید اللبو و فیزم میگه بله او هم قچه انتظار هم که مرا باید اگون نغمه نویگری باشد که از دیگران هم قچه فرق کرده باشد مساکه ایجان رم قفر داره همین ایده پیستالت گرفتن پروندن از کجا پیدا شد؟ این وقتی که یما خبر اومد کنم یما خبر اومد بشه 510 بود 510 بود من وقت خریدم بعد تر حضور کفتم ما که خیلی جخدم که تا انا یما خیلی تر اوز بعد نچخیل نمی کینو را روی یما خیلی منتج نمیکنه خیلی نمیشه کینو را تاق میدم ما روی همون بعد همین چیزا را همین دیورا میگفتم اون سالو پیش بود نگونده تکرم کدوم سالوی 95 96 سالو همین همه خبرو ما بود با میگفتم ما وقتی که توی دایم چنده سودکا میشه تاری ما بعضم کدیسم شاو بعضم کسم تاری دختر زنه کنم من تاری دباری ما بعد دختر توی آیم حالا بعضم رفته سه گرمی تای بعد سه چوب تاری وای نمرو ما خیلی رفت کسه کارونشی بعد همونجا دن هم باید هم کمونه گفتم کن وی همه خیمه زبس میکردی از وقت کنم کنم اینجا خیلی خیلی پروندن میگرفت تاق وقتی همین را خوندم او وینیو رقص کسی بودن من ستوب کردم هم کمون اکثر دوم که زن ما گفتم خیلی پشتی همه خدفت دادم یا زنه که هشش برا
جا میگه گو خونه بچه دار سخونه او فکر کرد که اون ویلی مرا پرم بعد جونای اون شوش دار چکم بعد من پشتی همه خاکیستم گفتم اوه شکرچی گاری نبده خیلی یه روش سیاه گفتی بودم شلط بده همون ما که جنری مساکه داریم باید که کوشش کنیم که هم یک دیگرگونی بسیاری ها میگویند که قدم قربان از آوازخوان بدن در حجم نگار شود ما بیشتر وقتش هم یک اکتیوری دعوت داشتم بعد یکی مو وقت مکتب بود که ایتاری چی شید کنم انگوی شهروندی شید بله سلسل دیگه کار ما خدمت معلوماتی اولی صنعت داره یا اونجا تحصیل کرده؟ اولی نه میونه آخه ما وقت که چی کردیم ما خدمت اومدیم اسبابای موسیقی رو نواخته میتونیم؟ اسبابای موسیقی رو لبایش هم نوازم اکردیون اکی تاری می نوازم که سپیسی من بیشتر همون سماوشکا ما اکردیون خداموزی دم دیگه شما مثال می نوازم اگه با درجه پروفیشنال می نوازم تاری نمیده که نه می نوازم به هر حال از اجرای نواختنش با اسبابش میگرم از هنرمندای توجیک بیشتر کی را گوش میکنه کی را اعتراف میکنه دوست میداره سرودوشه از استادا اکه زفر هم گوش میکنم همش دوست میدارم با بسیارتر مثلا هر یک هنرمند طالب عبدالله را انا ای وقتش میشه انا доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем барои нест кардани кир баровардани ришу мӯи сар дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад агар шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбеҳ шавед пас аз доруҳои протеин бетсия ва гейнерҳои соф савдо истифода баред доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд рақамҳо барои тамос дар рӯи экран ба ширкати соф савдо مراجعت کنیم انشاءالله دروی صاف میگیریم اکای شیرالی میگفتم شیرالی خوشبخت اون برادر رو بودم خیلی وقت بروز زمانش چیش قطعی بود یکی توزی را اون مردکا را ما سرودشون مثل اعتراف میکنم خچونم توزی را زمزمه میکنم سرودشون سروده هم دوره پیشونه که خچونه چون برو وردگه نما میخونم بله در پیشم خوندم حیرون شده اکه شرکت ای بچه من دیدی من اتای مخلص بودم ما وقت که مانگتافون رمانتیکای و الکترونی کرم میموندم ویش مانگتافون دمیشتم یه روشکای گردستنده فقط شیر نیست یک آوازه شد که گویا که همون وقتایی که شما توی میرفته یک هنرمند یمخ نو میخرده زکاسوی شما کم میشود گفته او یمخ نو خریده است موزیکای خوب دارد او را بیشتر میبرده‌اند و شما گویا که یمخ خود رو کراسکا میکنید که مخلصان گمان کنند که شما یمخ نو خریده اونجا در خدمت که یمخ خبر ما بده ما داشتیم 500 دبرومات بعد او 530 برومات 730 برومات با یکی 50 برومات 50 سفید بود 80 سفید بود انا با جلوی موشی قشلوخیون نمیفهمیدن نو هم که مفکورشون نبود که میگفتن که کدوم مفیده که یمخ سفید باشه زوره همیدی ایتک همش تو پاک بعد میومد زکاس میومد اگر زکاس هم زور بود نشته بود بعد یکی میومدن اکا یمخ سفید میگفتم سیاه زکاس نمیکنم کهنه ما چقدر سنه میکنم چی به یوبلات چی میکنن دا اتکاس میکنم بعد جورای موشی فهمیدیم که هم تاریخی که رای ما خرست فیلم میشه زور بدن بعد راستم جورای کراسکه و نفس فسر کردم اما خردم ما خمسیه جورای سکوش قاطی کار پیا 80 پیش بود ما 100 نوشندم کراسکه دارم خاک شد کندمش کرده چی ده قواس حلفان کشیدمش میومای اما خدسیت میدم
سفیده و خونه ببین تاش ایشونه تو بود تاش دا کراسکا نرسون چم دیور شایشه بو ما هم خدمه رسونی میکنم خب فاسونش کرده و که جورا بعد میومد نگاه میکن دیگه اون نمیگه که اوزی آگانه میگه خر همون خره تقمش دیگه همین دیگه آن زکاس بوله زکاس ای اوزا میشه خیال شده آدم ما خست فیده گرنه دیگه توی دارم آکات توی تفرام بودم تو بیمادم توی دارم را گوش بکن یکون حالتی شده است که توی گذرانده باشید حق خدمت شما رو پرداخت نکرده باشن همارده متره گفتم که همون برنامه پیشین اول هم دا که خطی یادگار گفتم که نمیسن گفتم که ولی توی گذرانده پیش سوی بینه گبلک شده هم سومانه دادن یکی خداوند هم برکت شد خیلی خیرم خوبه دوام خوبه توی حوزیره با فکر شما خوبه یا پیشینه ایدست مماگیرن روی موشی رحمتی رو تامیل که بچه ما ایدست مماگیرن خدمت کن بله با خداوند جو شطانه خیلی که خداوند خودش روی موشی هم دوش ندوش که میرسن امروز یا خیلی میوه یا خیلی روی شهرشت شرایط زندگی باشه چشمن نمیپره نمیدگی ده خیلی با فکر شما امروز توی گذرانی آسان است یا اینکه سالهای پیش؟ ها بچه امروز آسانه امروز 3 ساعته تنظیم ها؟ 10-12 تا فیلمی هم 3 ساعته بود که نمیتونم فنگرام کنم نمیشتن اول نمیرسن فنگرام کنم انا که نگو که مو در اون وقتا که میشه چخیر بود شما باید میکردی اوچه دیگه تحریه چی نداشت پریمیه نداشت که تو ساعت داره باز تمایید بود دارم تویشا تو روزا باز میکرد یا که نو بود کسی که ده پیون میا بچه بگوی ما نم اومدیم او خوش اگرتای زده هر خواهی بگه که خوش اگرتای و ساعت ده یکی شور شده میا بچه اون نمومیم بو بانم رو بای بگو برای ما رو بای بگو ایمو هم مکتب شده داشتیم منظور اوزی چیه بچه 3 ساعته ده اوفیز میا با فنگرام بو بودکهش نمیتونم شما فنگرام نمیخونه؟ نه ما همه سرودو اخینا فنگرام خونده نمیتونم زنده خود هستن؟ او زنده فقط هم زنده بعد بو اینا بارنده هم میزنم ما خیلی نیست ما اینا رو کدامش که دیده من شویدی میتم توی دمیرم همونجورا سرش میکنم یالق 3 ساعت بود میکنم جنبازش میکنم این واقعا دوم تیمارا میگن که همین مهینت تعلقاتی بود دیگه خیلی مرده کمزور انم با مهینت با زحمت چه خیلی باشنم شما توی دارم کار میکنه قوالا میکنه بله تا مهینت کار بگی اون دویش نیست گفتن که قدم قربان به روسیه رفته به ازبکستان رفته مبلغ کلان کنسرت ها ورده است در دوشنبه خانه خریده است او وردیم اولی لویبر مون پایدو نشده که همون دیوله خونه نکنه یعنی دوشنبه خونه خریدگی نیست ماشین چی؟ همون کاروان بیون همون خونه دایو ماشین خریده بچه همون اینا گندم پوشیده جون شیرین چی و 6 خوبچه گندم همه میدن شلخه ورمی بار میکنم گندم میپوشیدن؟ چند هکتار زمین داره؟ زمین؟ بله 10 هکتار هم لازمیه اوجه ما گندم ما کردیم برامده گندم تای اوجه یا برفاشه همه گندم ما پوشیده و خشده و با خودتی رو جمع میشه با فرجه خون ولی از همه چیزی مهم برای مردم تاجیک این گندم نان است از خدمت پرودوسر استفاده میبرین پرودوسر دارین کارهای شما را کی پیش میبرد برای قبول توی کنسرت ها بانکت ها ما این هم نصرت الله کنم پرودوسر شما پرودوسر هم موی بوده خواب کشت اکای نصرت الله کس بگیرم میریم نگیرم تمامی درخواست توی کنسرت و برنامه و بانکت همه را اکای نصرت الله قبول میکنه اوه خیلی و دیش میشه سخن کنی گبزنی سوارش جوبتی خرسان میشه برای چی تلفن شما دویم در پیر ادرسات و شما زنگ زده نمیشه؟ انا برامون رو خیلی که انا تلفونی ما را اینا شیرونه خانم خدا مخلصو را صاف شاید ادیت کنم
بعد همین نگاه که هم تلفن های پرد وقت که پرد نبود پرد همه بعد یاد گرفتم هم تلفن میکنه هم سر میشتم در سر تلفن گپ تلفن سرخ میشه گرم میشه با یک کسا دوی خنک میزدم جز خنک میشه بوگم میزدم ما گفتم اینتر نمیشه یکون تلفنی رادیاتر تو رادیاتر داشته باشم تره بیامینم یا یکون هیلش هم رایشم تیم بعد تنم پیری نه خیلی من صدقهشون میشم نه که خیلی همین شب و نیمشب تلفن میکنم همین باید پریکول میکنم آدم خیلی تا همین خیلی حج مثل ما را قبول کرده با ترتیب گپ زنیم ما مثل قیدتون با ترتیب گپ زنیم بله بعد یک گپ میگن یک چیزی میگن ولی ترد اصاب خراب میشه مونده میشه این ما برای اینترنت اثر کار ندارم یوتیوب نداره در یوتیوب کانال نداره بعد اون نفرانی که برنامه شما کانال شده گیان مراجعت نمیکنه اگه مقامات که ما رو درک شد بیوی نمروشونه ما رو یفتن ممکن است ما رو یفتن در کل یعنی کانال اصلی خود در یوتیوب تو حال نداره نه اوخی نم اینو ما هفتو 3 نفر یه روز تلفن میکنیم جنایت شد خیلی شده همون نمروش یفتن سلام علیکم سلام کش مو ما قدم خرگون ما گفتم خیلی قدم خرگون باشیم ما کیه ما میرالیم کیه خیلی ما گفتم که ما هم قدم خرگون تو کی خیلی ما جیانشم ما گفتم خیلی نه یه جیان دوم در پیش من تلفون ها کرست اشکال ما که سر کار ندارم انا خیلی خیلیست که حتی کمی گردم عصبود من مونده میشه و چند دویتی که شما با هنرمندان خوندید با مینو با حسن چیلا باز با کی خوندید دیگه با مینو بود با حسن چیلا بود و یک رولی گروما دیدیم رولی که نه با حسن چیلا و دون جوان چگونه سروده است که پیشکش مخلصان میگرده کی بود که سرای دیدم؟ دون جوان قدیما نه ولی نمیدونم و ممکن بسیمه رو تیور هست نیسته باشنم 3 نفره خوندید؟ 4 نفر شما؟ ما گذاروندیم با مایم دون جوان حسن چیلا ایرج کلیپ رو بناور گرفته؟ والا نمو گرفتیم کردیمون نمیدونم ولی همون ایران باید فراموش کرده همه شد که خیلی فراموش کرده چی داشت کرده اپا چه میگم تو داره همونجا شاوخه همه مورا قصده کرده که همه کسا سرودو را زبس کرده گفتم تموم میریم وقتی کلیپ ها کهسیم میا سرودی اون نیست جوی خوندنی وای نیست اما چه من و سرودی غوت قسمت دویمش بر آمدن در دروز خطا نکنم بناور گرفتی نه دروز نیست این انا بختوار سفر رو زبس کرد ثبتی کلیپ ها بختوار سفر در زیده اینی و به خاطر بولیدگی خاطر مخلصان همون سرود غوت از قسمت دویمش 4 مصرع برای مخلصان زمزمه میکردید خوب میشه عروس بطریزه میدیزده نه؟ گشنه مایرای دور اومدیم همیجا خیلی بزور اومدیم قدمم ایچگمم دمرزنم خونه اکی نور اومدیم سلامت باشید و یک سرود شما پیشکش مخلصان کرده بودید با نام ملکه کشتی بوگوتا بسیار مخلصان خوب قبول کردن با وجودی اونه که یک هنرمند دیگر در سامانه یوتیوب اعتراض کرد واکنش کرد که گویا که شما سرودی او رو دزدیده اید و
شنیدیم که شما همین سرود رو قسمت دومش رو تیار کرده. قسمت دومش کردم. آخری همین بابوی میرگن اولی میبره بسیما بابوی میرگن یک گفت بیا گفت همین مالکه ایتی گفت دیگه بیدو میکنه جو باید ولی که فاروق گفت که اگر همین اناتش گفت که بعد هم سیان شد روز کن نگره گفت آخری هم بیدو میشه بیا هم تیش هم خدا برا قسمت دوم شبا که خوندیم میخوام توقع و در آخر برنامه از یکون سرود نوتون 4 مصرع با آواز زنده میشنویم و با مخلصان خداحافظی میکنیم. یکون سرودی که هنوز مخلصان نشنیده باشن. شاید از همون چوریتی که گفته نازی با نازت مراکش ملیکه همیلی سازت مراکش ملیکه صد قشم همیلی گردنی تو صد قشم همیلی گردنی تو نگاهی سازت مراکش ملیکه نگاهی سازت مراکش ملیکه زنده باشه ملیکه هم جماعتون بگذار مخلصا تماشا بینویمو در سال نو با مثل مالکه همه وقت ککا بخورم ککا بخورم ککا گفتی همون سرودی ککاتون هم خیلی هم یعنی مخلصان مشهور شده بود. حتی بسیار جوانو شوخی کرده با یکدیگر میگن که فلانی ککات آوردم ککش بخور نگات آوردم. خیلی که ما هم در ژانر مسکه‌ایم باید اکنون نگو که هیچ خیلی ده صنعتکار با گفتی استاد قیمدین چاقل سو گپی خوب زد که همین صنعتکار با مثل زنبور هم زنبورش خیلی اثر گلفر میگردن شیره جمع میکنن میارم کردم میترکیش بعد اون کلکان میکنم شا اثر برای همین کل ما هم کش و کش پره ولی بودمو میگن که تنم احاد قینه بله اما روز نمی دیم سیانسی مالکه را دبس کنده هم کاروز خونه کی بود کی بوار کن اگر تای کتای میخوام اگر نگارم گرفته بله خلاو خونه و در آخر برنامه با مخلصان با پرپیشگانی کانال توجیکون گروپ و مخلصان برنامه چهره آشنا چی تمنیات دارید؟ با مخلصان برنامه توجیکون گروپ چهره آشنا انا گفتنی همه وقت تمناتی ما امیه که خوشبخت باشین سربلند باشین درد سرتون نبینم انا در لبونتون همه وقت خنده هویدا باشه همون شعرهای بجاییتون یک برای هم میگن که هی شادی نیستن در این جهان دوستی را جستجو داریم اگر بر سر نفسی خود میری مردی ای دوستی عدل مورا خبرگیری بیام قدر مورا بدونه مورا خبرگیری بیام بله برای همون وقت ما کمترک بود شعر رو رایتر کتو که پیام کردیم زنده باشین. بار دیگر به برنامه خوش آمدید. تشکر می‌کنم به شما بینندگان عزیز. مهمانی نوبتی برنامه چهره آشنا بودند آوازخوان شناخته آوازخوان ترانه‌های شوخ و هجوی قدم قربان. برنامه چهره آشنا بود تقدیم شما از کانال توجیکون گروپ. خیر تا برنامه‌های دیگر سلامت و سربلند باشید.